سلام به همگی. تا حالا پیش اومده وسط شلوغی های زندگی یهو وایسی و از خودت بپرسی واقعا دارم زندگی میکنم؟ امروز میخوام براتون متنی رو بخونم که به گابریل گارسیا مارکز نسبت داده میشه. شاید این کلمات همون چیزی باشه که مدتها دنبالش بودید. یه تلنگر تا به خودتون و زندگیتون دوباره نگاه کنید. من خودم وقتی این نامه رو خوندم کلی فکر کردم درباره زندگی، عشق و ارزش وقتمون. این نامه رو بارها خوندم و هر بار یه چیز تازه ازش یاد گرفتم. امیدوارم تو هم از خوندنش کلی انگیزه و درس بگیری. نامه خداحافظی از گابریل گارسیا مارکز ترجمه شده به فارسی. اگه یه لحظه خدا فراموش میکرد که من یه عروسکم و یه تیکه زندگی بهم میداد، شاید همه چیزایی که تو ذهنم هست رو نمیگفتم، ولی قطعاً همه چیزایی رو که میگم خوب فکر میکردم. به چیزها بیشتر بها میدادم، نه به خاطر قیمتشون بلکه به خاطر معنیشون. کمتر میخوابیدم و بیشتر خواب میدیدم، چون فهمیدم هر دقیقه‌ای که چشمامونو میبندیم 60 ثانیه از نور زندگی رو از دست میدیم. وقتی همه وای میستن من راه میرفتم، وقتی همه خوابن من بیدار میموندم، وقتی همه حرف میزنن من گوش میدادم و وای که چقدر از خوردن بستنی شکلاتی لذت میبردم. اگه یه تیکه زندگی بهم میداد ساده لباس میپوشیدم، میرفتم زیر نور آفتاب دراز میکشیدم و نه فقط بدنم که روحم رو هم نشون میدادم. خدایا اگه قلبی داشتم نفرت هامو روی یخ مینوشتم و صبر میکردم تا آفتاب بیاد و آبشون کنه. خدایا اگه یه تیکه زندگی داشتم نمیذاشتم حتی یه روز بگذره بدون اینکه به عزیزانم بگم چقدر دوستشون دارم. به همه زنها و مردهایی که میشناختم میفهموندم که خاص‌ترین های زندگی منن و عاشق خود عشق میشدم. به آدمها نشون میدادم که چقدر اشتباه میکنن وقتی فکر میکنن با پیر شدن دیگه عاشق نمیشن، چون نمیدونن که وقتی دیگه عاشق نمیشن اون موقع است که پیر میشن. به یه بچه بال میدادم ولی تنهاش میذاشتم تا خودش یاد بگیره چطور پرواز کنه. به آدمای مسن یاد میدادم که مرگ با سن نمیاد، با فراموشی میاد. خیلی چیزها از شما مردم یاد گرفتم همه میخوان برسن به نوک قله کوه، اما نمیدونن خوشبختی توی راهیه که میرن تا برسن. یاد گرفتم وقتی یه نوزاد برای اولین بار انگشت مادرشو محکم میگیره برای همیشه اونو توی دلش نگه میداره. یاد گرفتم یه آدم فقط وقتی حق داره از بالا به یه نفر نگاه کنه که بخواد کمکش کنه بلند شه. خیلی چیزها یاد گرفتم ولی شاید فایده‌ای نداشته باشن، چون وقتی دارن منو میذارن تو این چمدون دیگه دارم میمیرم. همیشه چیزی رو که حس میکنی بگو و کاری رو بکن که فکر میکنی درسته. اگه میدونستم امشب آخرین باره که میبینمت خوابیدی محکم بغلت میکردم و از خدا میخواستم نگهبان روحت باشه. اگه میدونستم این آخرین باره که میبینمت از در بیرون میری بغلت میکردم، میبوسیدمت و دوباره صدات میزدم که یه بغل دیگه هم بگیرم. اگه میدونستم این آخرین باره که صداتو میشنوم هر کلمتو ضبط میکردم که تا همیشه گوشش بدم. اگه میدونستم این آخرین لحظه هاییه که میبینمت بهت میگفتم دوستت دارم و اینقدر احمقانه فرض نمیکردم که خودت میدونی. ما همیشه فکر میکنیم فردایی هست و فرصت داریم کارها رو درست انجام بدیم، ولی اگه اشتباه کرده باشیم و فقط امروز رو داشته باشیم چی؟ دلم میخواد بدونی که چقدر دوستت دارم و هیچ وقت فراموشت نمی کنم.
هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه که فردایی وجود داره، چه جوون باشه چه پیر. امروز شاید آخرین باری باشه که عزیزاتو میبینی، پس بیشتر منتظر نمون، همین امروز انجامش بده، چون اگه فردا نیاد مطمئناً پشیمون میشی. از روزی که وقت نذاشتی واسه یه لبخند، یه بغل، یه بوسه و اونقدر گرفتار بودی که آخرین خواستشون رو نشنیدی. کسایی که دوستشون داری رو نزدیکت نگه دار، تو گوششون بگو چقدر بهشون نیاز داری. دوستشون داشته باش و خوب باهاشون رفتار کن. وقت بذار و بگو ببخشید، لطفاً، مرسی و همه اون حرفای قشنگی که بلدی. هیچ کس تو رو به خاطر فکرایی که تو دلت نگه داشتی یادت نمیکنه. از خدا بخوا بهت قدرت و حکمت بده تا بتونی اون حسا رو نشون بدی. به دوستات نشون بده چقدر برات مهمن. شاید هیچ وقت نتونیم مطمئن بشیم که این کلمات رو واقعا مارکز نوشته یا نه، ولی مهمتر از اون اینه که بتونیم بهشون گوش بدیم و حتی برای یک لحظه زندگی رو عمیق‌تر حس کنیم. ما نمیدونیم فردایی هست یا نه، پس وقتشه همین امروز با آدمایی که دوستشون داریم بگیم چقدر برامون مهمن. اگه این ویدیو برات مفید بود با یکی که دوستش داری به اشتراک بذار تا اونم یادش بیفته امروز رو زندگی کنه. اگرم دوست داری ویدیوهای بیشتری مثل این برات بسازم دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو هم فعال کن. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.